یک روز صبح به همراه یکی از دوستانم در بیابان مجاور قدم می‌زدیم که چیزی رو دیدیم در افق می‌درخشید روی زمین. هرچند که مقصود ما رفتن به یک دره سرسبز بود، برای دیدن اون چیزی که درخشش خاصی داشت و از خود نور عجیبی رو میتابون، مسیر خودمون رو تغییر دادیم. تقریباً 1.5 ساعت در زیر نور گرم خورشید که مدام گرمتر و گرمتر میشد راه رفتیم و تنها هنگامی که به آن رسیدیم توانستیم کشف کنیم که اون چیز چیه. یک بطری آب معدنی خالی. غبار صحرایی توی قوطی متبلور شده بود و باعث اون درخشش شده بود. از اونجا که بیابون بسیار گرمتر از 1 ساعت قبل شده بود، تصمیم گرفتیم دیگه به سمت دره نریم. به هنگام بازگشت فکر کردم چند بار به خاطر درخشش کاذب راهی دیگر از پیمودن راه اصلی خود در زندگی باز موندم. اما بازم فکر کردم اگه به سمت آن بطری نمی رفتم چطور می فهمیدم فقط درخششی کاذبه؟ شاید الماسی گرانبها بود. داستانی کوتاه از پائولو کوئلو.